السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوبی عزیز سلام علیکم برادران مهربان چیول داری؟ همه تو خوبن اهل بیت همه سوزن دوستان مهربان خواستم خاطری از صحبت کنم که لایک شپک کنی دبا چخ چخ کنیم بودم بسیار تب داره تینجی برادران مهربان خوراکتون خوبن همه تو تینجی چی گپایی خداوند سوز باشه چی گپ خبر همه خوب اهل بیت سوز در بگه داری غریبی ها در وطن در گجای باشه خوب هستی برادران مهربان برای که ما سمتی گفتی همه شما ادبی کرده گاو زنیم میرسونم دوستان مهربان یک سه خواهش میکنم ابا چپ زن لایک آخی در صحبت کنیم یک دیتی گفتم بگم دوستان مهربان اول بزنی با اون خاطر صورتمون مسئله شو میگم موازی میگم چی گپ صبر من هم صبر دارم که از سی کس بسیار شوه تو همون سخن که معنی دار شوه با آدم های در کاری برسه خوب دوستان مهربان برای که ما هر روزه در این انسان هاییم ها نهاز ای بلنیس آمدیم ما برادر گریم در مارک خواه خدا رحمت مغفرت کنه پای زده ایش خاک حرکت داریم به خاطر خدا تی خراشی چلوی سلامت باشه بزنی به خدا قسم 400 نفر این نگاه کنی هم بخیلی نکنی وقتی رفتن اون لایک تونه بگیری پاره الله پاکی بشپون خوب دوستان مهربان خداوند حفظتون کنه صحبت میکنیم چی کراسنایی هست که با نپردین شد نگاه کنید دوستان از هر یک قدم شما خواهش میکنم با دقت گوش کنید التماس میکنم با دقت گوش کنید خواهش میکنم منم یک فرزندی مسلمان الحمدلله تاجیکستان از خود تاجیکستانم برادرم پورم نیستم کارام خودم خوش کنم اما هستن اکایی که میگن که شما را باید سه چهار کس دیگر که میبینه برسونه و مردم ها خودتون میدونه که جنگ رفته ایستاده توری جنگ رفته ایستاده است وقتی که جنگ شده در این جنگ پلیتیکا میشود جنگ یعنی که فقط هم زدنک نیست جنگ پلیتیک که میشه پسیکولوژیک که میشه یعنی که چقدر گوناگون جنگ ها است نه دوستان در این حالت دشمنایی که از هر دو طرفه هستند و هر حیله بهانه میکنن تا فتنه باندازن یعنی که مردم پسیکولوژیک وایرون کنن و غالبیت به دست بیارن در همین حالتایی که میبینم این لحاظ این بدبخت بچه‌ها که میبینید شما دوستان مهربان همین بچه‌ها که دیده سعودیت کارتینکش ما موندم این میلتش ارمنی نه که همه ارمنی خیلی نیستن زبان عربی زبان فارسی است بعد زبان عربی زبان فارسی است الحمدلله حتی پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم گفته بود که اگر که همین علم در آسمان باشد این همین ملت حالت زمان فارس در برش تگی بود و همین ملت از آسمان علم میکشه میاره الحمدلله اما دوستان عزیز میلیون بار خواهش میکنم در این حالت ها کمتر آرام باشه عصبی سخت نشه یعنی خطونه در بالا اون روز بچه‌ها را قپیدن
بچه‌ها را قبیدن برادران مهربان گرفتن خرید دمو روزی مسجد الله اکبر گفتن چیکار کردن حق الحمدلله تکبیر میگیم مسلمانیم قبیده فیسبی همش برده زنگ زدن چیکار کنیم استرا کنیم اکا گفتم ما وقتی که ویدیو میکنن میگن تو اسلام از ارشاد نمیکنی ایست از ارشاد مینی و ما به خاطر خدا میکنیم دوستان مهربان التماس چنی تاجیک الحمدلله چنی برادران مسلمان چنی همین تاجیکی خدمو خاری های به قوت داریم در تمام مسجدهای روسیه ببینید دیم آدم شو همه وقت یا قرائت کنش قاریه یا اذان کنش این تاجیک در نظر دارم همه جا تاجیکن بیزنسمن تاجیک کافه های تاجیک تمام شهرها میریم تاجیک سرمون بلند فقط یک عادت داریم التماس همه بگیریم از بین بخیلی هم بخیلی اگر ای بین مسلمان ای بین تاجیک بره و الله شاید که بهترین ملتیم بنام خدا من ملت پرست نیستم پروست ملت من دوست میدارم بچه‌ها یاش التماس با خدا قسم دهمی شوا بسیار خیلی سوس میریم میبینیم بچه‌ها یاش التماس میلیون بار خواهش میکنم از هر یک آدم شما که فکر پدر و مادر کنی از برای خدا دین هم بچه‌های در پیش مترو لوبلینا در 1015 بچه‌ها زدن اون در یک متاسکلی سیاتش گذشته شید یک تاش زنده خی اون قپیدن بردن و بچه و بچه دنیا گذشت و متاسکلی خوب التماس احتیاط کنی حاضر همونجا با دکراسنیار از مسجد ما بچه نپاده نکره خیلی بعد به عقل هم و دیمنه و خدا به خبره مقصد اون الحمدلله که بچه‌ها خیلی جمع کردن پیچوندن بردن و بود چیکارن اما در این پلیتیکا در این حالت‌ها احتیاط باشه برادران خواهش میکنم از هر یک آدم شما التماس میکنم برادران مهربان احتیاط باشه راست کار برای راست بی بنام خدا قسم من همینه نمیکنم هر روزه در این صخره و قضیه حاج قاسم میبینیم بچه‌ها خوانه مثال میگیم 10 روز 15 20 روز یک کس حتی یک پدامتری دخلف شونه برکه اکجان تا پشتی من گپ زدی اکجان مقصد اینه یا بخوا یا که چیکار کنم فهمیدی التماس خواهش میکنم دوستان مهربان به خاطر الله خواهش میکنم برادران عزیز فکر پدر و مادر وطن نکنید التماس خواهش میکنم بنام خدا من ترسم نیستم اون مسجد که امروز چی بود نواکز نیست که مترو من خودم رفتم میدونم وقتی در ملت اما شما بدونید که در همین روسیه کلون اگه تاجیکستان خودمون همین قدره که چقدر در همونجا فیدنوا میشه و در روسیه کلون پلیتیک ندارن پلیتیک هم دارن اینجا از هر دو طرف از هر دو جانب یعنی که جایی اصلا میخوان که روسیه را نومش یا کنن پوتین نومش یا کنن مقصد تا درک میوا که میبینید نومش سیور شگاب خبر در مسجد کراسنویارز یا بدبختی همون یک ملت ارمنیا بچه به عقل میدونه مسجد با هم یک کوال دم میگیره تاریخ میگن اون تیوکی تاکسیستو میگردن فراموش کردم همه خطیب میشه پام مسجد از شب شش تیپید میکنه میقپانش فهمیدی برادران مهربان التماس دوستان عزیز بعضی برادران میگن پرابلم رو حل میکنیم یگان پرابلم حل کردن نمیکنن یگان پرابلم را حل کردن نمیتونه دوستان مهربان الله شاید که هر یک کار میکنه در تحت قانون الحمدلله پسال کار میکنه کنسولی کار میکنه بگی برا دفتر دیلا و شکایت بگو اینا من در فلان جا کار میکنم نزنش کار نزنش مش نزکشش آدم اینا من کار کردم قانونی اینا دگوری من برادیس نیچو در پس میگاری چی اینا قانونی اینا برای برادرای عزیز همی سومنا بگیری بتی هستن برادرها الحمدلله رای میکنن ادوکات ها هستن یوریست ها هستن میرن سوم تو نمیتیان از برای خدا فکری پدر مادر کنید بچه‌ای که خیلی بگم مقصد نگم در کلیم برای بسیار میگرده التماس کمتر دور فکر کنی هیچ عمری جوانی منم بیاش بدم منم بیاشم یعنی که یک خون در دوشی همون شانس و ازمایش داری 100,000 اولک 70,000 نه همه وقت میشوه سلامتی نه همه وقت میشوه سلامتی الله شاید که نه هر کس میتیه یه حالت در پستی میزنی میگه کاش که وقتی که یک کسی میبود نصیحت میکرد که هر ماه من 100,000 200,000 یا 80,000 اولک میگرفتم پس انداز میکردم در یک پستی میزنی پدر و مادرت فرزندات میسوزن تمام من از برای خدا شما را میگم از دوستاری ملت من میگم تو برای که من در این پستی بلندیا بودم در حیات فکری پدر و مادرتون کنه بچه‌هاش بسیاری تاجیک بچه سای تاجیک خیلی آدم میاره با که میره باید تاجیک خمنا بنامی خدا قسم بس کنیم
یا از بار میشاف ای 7 جو زنگ میزنن ما فلانی از فلان جو. یا گپ تو میگم بیگزور من سخت میرسن دشنام میکنن پس اکران میان پیشم بیاین. بچه‌ای که خواهرای خودمون در مسکو استفاده برده است احتیاط باشه که الله شاید که در یک کس ازادی در تمیزنه. من بسیار تا دیده شدم متاسفانه حال امکانیت گپزنی ندارم. من بسیار تا دیده شدم رستوران گپ خبر روی کرده خواهری خودمون به یک ملت دیگه میفروشیم. خواهرایی که اومده برای کار از اونجا پدر مادر را روی کرد که برای یک پولشوا کار که یک مغازین کار که یگان اوبورچه یگان سکلات اواشنوی در کار که اما شما میبخشه ساعتکی در اینجا کار که است میدین چی در نظر دارم. شما میدونه که من چی در نظر دارم. ساعتکی کار کرده شده. خواهری هسته که میدونه ساعتش 10,000 است. خواهر از من میلاد پس نمیزنم اما هستن که ساعتش 4,000 است 3,000 است. با میگه که تاجیک نباشه که ما پس میکنن یا که میقپن رسم میکنن. تاجیک خدمو فقط در حقش دعا کنید. برادرایی که دخترای خودمون میاره استفاده میبره، برادرایی که میاره دخترای خودمون استفاده میبره باینی خدمو نه بگم چه خیلی استفاده میبره. دخترا که تا اومدی یا هفته یا ماه استفادهش میبری ایش با ایش بعد میگه میزنه هم دخترا برای رو و یک خاور یا چش میگه و یا پراستیتوت که میبخشه گروبام شوا یا پراستیتوت که و هیچ کنه میکنه. پراستیتوت کی کارش من کردم شما کردش یا کسی که کردش دو بار سه بار استفادهش میبریم همه میشه خواهر جدی و خواهری که خواهری مثال میگه میبخشه از بابا جان یا محمد الله یا عزیز الله همه خواهری من که آبروی که به نام خدا تاجیک هم قفن در حالت زینوش اگر یگان ملت دیگه نمیگه که میبخشه گروه همشه ای غر می ای وخش ای ونج یا ای پامیره یا ای قرغن کوی بیش میگه تاجیک هم ملت خودمون از برای خدا برادران مهربان تا کی باید ما هم دیگه پس بزنیم. با خدا قسم ایکو ولی میگه گاو میزنیم یگون کسی یگون کار کردن نمیتونه. یا تاجیک تمی قپن من دینا در مترو مینا نشا مدارا را کمک کردیم برو آوردیم ای دستی اون ماشینی که در راست چی میستن ما مدارا را کمک کردیم. وقتی میری ادکوات نگاه بزنی یعنی که با عقلانه گپ بزنی حقوق نکنی دکاکو اسنوانی نگی آرام دکومنت نشون بدی برا خدمت دکومنت نداری برای دکومنت کنی و این میگه دکومنت یک چی میگم برادرایی که خواهرا را میاری برادرایی که مقصد مادراتون میاری خوش به حال تو پدر مادر خواهر اما یانگا یا عزیزان اوورده یا که سه ماه گوشت بیاره شو یا دکومنت چون کنی ما در صخره بسیار میبینیم در عدلو بسیار میبینیم خواهر میگم چرا در اینجایی میگه شوهرم دکومنت نداره قبیدش میگه ناموس من یا گپش بزنی اگر در رحم گپش بتیم یا کشکنا ای تو با ناموس من نرات میگه ناموس من نی ا فکر نمیکنه که دکومنت نمیکنی خواهر دکومنت نمیکنی خواهر رفته در عدل توپ گه در پیش اندریو که فلانی اونجا درست کشته خوب اگر چند ما هم سطر محکمه زن است عورت است یا که میخفن میبرن صخره 14 روز در صخره و خواهر کی توجیک دادن صخره و دام ببینید شما دام درنی صخره چند کسی خوان در یک کامنتاش 8 کس 9 کس 10 کس خوان در یک بنا دارم بو گرفتگی رنگ سگ مقصد بچه بخیب کوشه چی میخرن تو یا بار در روز میبریش دچکش دو بار میبری اصلا همون آبی خود میفورد به خنای فورد قوری مردن میگه با اون خاطر اوردی از بار خود خواهران ماشاءالله من میفورم پدرم بیارم خواهر ما بیارم مثال میگم در عموم میگم ده من شما رو گفته شدم که در عموم گفته شدم خواهرا رو میاد دکومنت کنی یا بریم بیستان خاطر جواب شدی به خاطر خدا مادر تاجیک روز عید جنمی نو گذشت عید قربان مادر مادر زنگ زد بچه جان من درنی عدل ده هم جمع چیکار کنم گفتم مادر مهربان هیچ کار کرده دست ما نمیبیا اما چیه مادری ما های خواهری ما های بچه‌هاش در این روز عید غمگین که مادری ما در چیه درنی صخره یعنی برای چی میگه فورا میگم من که الحمدلله برادر من یوریست نیستم بفهمم اما من میدونم که بسیار مراجعت میکنم من از روی مراجعت همین چیزایی که ما گفته هستیم ایتسی حیاتی گفته هستیم به شما این چیزایی که به ما میرسه ما رو گفته هستم بچه‌ای که در لوبلینو بچه‌ای که در رستوران خواهرا کار میکنن در همین آشخانه‌ها بسیار کار میکنن افیسانکا بسیار کار میکنن خوش به حال شو که کار میکنن میبخشه نمیرن پراستیتوتی کنن نمیرن تن فروشی کنن خوش به حالش پدر مادر شو رحمت محکم پیچوندگیان وقتی که بطره یا اوقات میاره یا آش میاره یا شوله یا که یگان چیز میاره شوربا میاره میبخشی وقتی ایس گشتن رفته من نمیگم نفس ندارم همون نفس داریم اول نگاه که خواهر خودت یا دختر خودت اومده است وقتی میگرده میره میبخشی عقیب خواهر نگاه مینیم
میبخشه پیشای برش نگاه میکنیم چه حرکت میکنیم چه تاوش بتیم هم خواهر حرکت میکنیم چه تاو بتیم تا برای هم یه لحظه زینوش کنیم هم یه زینوی ما زوری این 1 ساعت باز میبخشه اگر گروه بامشه همه پرستیتی اگر که کوچگیش بگم یگون تا اگه هم یه ساعت هم قدیم خواهر خواه کده نمیتونی اما خواهری که خواهری با وجود خواهر یک کسی دیگه یا نه برای یک لحظه هم گناهگار هم ملت پس زدن هم تاجیک پس زدن هم خواهر حیوش شکستن اینا بگه دروغ میگی خواهرایی که شما در همجا کار میکنه خواهرایی که کار میکنه در همه رستورانو حرکات و خم گیره از برای خدا هستن که بعد دخترایی که خواهرها رو پس برادرها پس تایید میکنن هستن برادرایی که چی خواهرای برادرها پس تایید میکنن ای خدا بترسی مقصد همه همین سخنای اینه که همه طرفا گناهگاریم اما ما همه ملت ابراهیم خلیل الله هم پلوس این دوستان عزیز تاجیکیم التماس از برای خدا بیا داکومنت کنیم این همین کدام داکومنت دارد بگو که من قپید برد من دیپارتاسیون کردم من داکومنت داشتم هیچ کمو یگان داکومنت را نگرفتند اگر که در حالت گناه نکرده باشه یگان که زده کشته باشن رد کرده باشن اما داکومنت کنیم آرامانه کار کنیم یک لقمه کار کنیم با فرزند و پدر و مادر رو روی کنیم پروردگار همه ما را برای راست هدایت کنه ما مسلمانیم اما کی در کار کی در کار یک کسی گر پس میزنیم برادرای بچهای لوبلینو هستن شخصایی که اینفورماسیونشو هستن من مقصد حقوق شناس نیستم مقصد داشته باشیم یگون کارش که یگون کسب ترسونم اما میگم که بچهای تاجیک خدمت در ایران نفروشه بچهای تاجیک هستن در این لوبلینا کار میکنن در این لوبلینا کار میکنن نگاه میکنن کدام عربکش چیکار میکنه در جا گناه میکنه در فلان جا چیکار میکنه که یگون شبش کار میکنه بیچاره مثال میگم وای هم در نه با نبرویا یگون شبش اکجام بگی او بارتاب بگی بر میخزه میرا در ایران فشک هم خیلی کرده است ایو یری سومی بدر او در به سوم بدر میود برادری خطا تاجیک خطا فروختی ان شاء الله روز قیامت درد سرت میشه بسون او حلال همه او هم نوله فروختنی برادری خدا حلال نه اما چی در کو دوستان مهربان و قدرت خدا ما مسلمان ما تاجیکیم جان شیرین چون ما حرکت نکنیم یا سرجم یک مشتیم همین سال کرانتین یاد بیاره این همین سال کرانتین گشنگیه سال کرانتین یک بار خودمون بفکر کنی چیکار کردیم یگان ملت دیگه اومد ما را یاردم کرد یک تا زلیم خان بود دو بار ایسوسه با قمه حاجی مهردین سومش داده بود حاجی مهردین تاجیک خدمو میشناسه چه خاطی بابو لنگریه ده جورف تمام جورا رکلام کرد تاجیکا این خیل تاجیکا و خیل اما با هم بلاگرها و خش بپال شو جمع گیر شدن همه یا بخستن زبار کردن در بدر والانتیور گشتن تقسیم کردن جون خچو سر پیشون یا خیلی ما و شما حتی زنامو در این جوگا در این خونه نمی اومدیم که یکی کرونا ویروس یا جمعونه قفا با هم خاطر ما حرکت می‌نیم دوستداری می‌نیم برادری می‌کنیم هر وقتی که ما سخن می‌نیم در اکران این بعضی برادرامو شما بدونید که دوستان مهربان ما از دوستداری ما میگیم برادران مهربان الله شاهد که از دوستداری ما میگیم که احتیاط باشه داکومنت که ای برادر داکومنت که ما برادر شما ما رو میگن که این بچه‌ها خیلی اودیتور تو کلانترن بگیم برادرها که همین احتیاط باشن اون روز اون هم میتینگ شید باید میشید الحمدلله نشید اینا میتینگ میشید اون واوا میکرد چپ و چپ میکرد 5 6 پالکت میزنی وای میزد میپیچوندن میبردن چوخه در سر خود ایسا قرار میکن تاجیکستان چیکار میکردی کاش که نمیکردم در حالتی که شما پلیت کرده و قصاص نمیفهم امرمون برین نمیدونه که دیگه چی گپای اصلا در این مسجد کی دور اومده بود مقصد راست تپت کرد امو کولینا را خود میدونستیم که یا آدمای پوتین ابن مثال گپ به همون خاطر دعا کنه ان شاء الله این دشمنان اسلام همه وقت خار بدن خار میمونن ان شاء الله نابود میشون اما همه وقت حرکت کنید التماس احتیاط کنید التماس برادران مهربان احتیاط باشه غمخوری مادرها باشه یا دیدی هم مادر در یک جا یعنی که یک کسی میبراید اول پرویرکش که حضرت عمر نگاه کنی حضرت عمر میگه که نسبت یا برادر خوب میگن یا بد میگن خوب گفتن در وقت مردم خود در قشاقش نپره 70 پهلش نگاه کنی که اوی همه یعنی که لایق هم پرتافتن در قشاق همه هست یا که بد گفتن اول همه پرویرکش کنی اوی هم به هم بدگویی مردم هست بعد شما بگیری چیکارش کنی
بعدش بگه یا خوبش بگه. ما مسلمانیم، تاجیکیم، فقط دعا کنیم. یادتان باشه 2014 2015 حاجی میرزا میگفت که شکرانه کنی، الحمدلله بگی امری معروف هست، مسجد و باز است، شکرانه کنیم. правильно؟ در وطن خودمون زوری کردن نمیتونیم، در یک جای دیگه زوری کردن میتونیم. در مسکو و عوای بچهای تاجیک میبینی این سیاست باید پریچوز کردن میمونه ریشا می قدری. و همون خاطر میگم حاضرم شکر کنی، الحمدلله بگی، الحمدلله بگی. برادران مهربان، برادران تاجیکم، از برای خدا همین قوازماج دادیان، الحمدلله بگی، سر تا خم کنی، کار کنی، فکر یاشی میگم فکر یاشی تو نکنی. من میدونم بسیار خون در روشی و سر اندریش هم میخیزی، ایوانش هم میخیزی و کسی دیگه هم میخیزی، کارچه زنی و گپ خبر و برادر خودم هوی کرده رستوران در دهانی در با یک ملت دیگر آمده اخرانی که در این دخترای تاجیک تو دو سودیان با من رفتم تنها میکنم کو بینم در تنت کارچه پارچه. میگم چیگه پیجه؟ میگم پروسو تنسویت اکتو تو تام. میگم دوجا کی؟ میگه تاجیکو. چه خواهر تاجیک، برادر تاجیک، خیلی با برادر ازبک قرقیز بدن، خواهری مسلمان، دختری مسلمان، دختری تاجیک. خب پروسو به خدا هرچی میگم از دوستارم از غمخواری میگم برادران عزیز شکرانه کنی، به خدا شکرانه هم کنی که این همیشه سوال عادی میگم. اگر همین سوالی من به شما ناتوری باشه، این حاضر همین مسجدی کتیل که بستن، مثال گپا مسجدی کتیل که بستن خدمت خیسی اومدی ده همونجا های های کردی بیا هویش کنی، هیچ کات همین مسجد پرسپنگ میره هویا یا همین مسجد ها یا هم جمعه را بسری بلند یا که نماز عید میخونیم همیشه من الحمدلله بگین با خدا میبندنش میگه کی نمیخونی چیش میگوی، هیچی گفتن نمیتونی، هیچی گفتن نمیتونی. اول میگه گام هیچ کو کارا با خدا نمیتونی. من برای چی میگم بسیار محل پات و پای کاغذو دراز نکنی، برای که یا پاسپورت راسیانن یعنی که یورا مقصد اکای پوتین مایدس دادنی نیست. به همون خاطر بعضی محل گپایو در بعضی میگذرن. اما ازبک و قرگیز و تاجیک و همین یک چه یا بهونه رفتن یا پیچه دادن بالا پاسپورتش اومدی میگه الحمدلله روزی که پروردگار رزق گرفت جون میگیره رسیدنده پروردگاره. اما پکا هست و از موجود کار کنی در جای خوب. تو فهمیدی؟ من دیگر نمیدونم چی بگم. سر تو خم کنی بچه ها این همجا قریب 1200 نفره، 1200 نفره. ما مسلمانیم، فکری پدر مادر کنه، خواهرها را پناه کنی، برادرها التماس شخصایی که بچه ها از آن میبره کار خواهرها و برادرها را سری آدم 3000 تو میتیان. من درک دارم همه چه میدونم 3000 2000 میتیان. تو مثلا میگم اگر من 100 کس برم همین 100 کس بدونه که من 300000 میگیرم یا که 200000 میگیرم. اما فکر کی اول پیش ای بردن تو ماشاءالله کار میکنی، مرحمت کار حلاله برای تو آدم میبری ریس میکنی نه. خوب این خیلی برای صدقه گپش کنم مقصد کی ریس میکنی جون شیرین правильно. اما وقتی قطعی همو داغور میکنی تاجیک میبری کار، تاجیک میبری کار دوستای خدا. اما اول خطیبای پیشکی مصلحت که من میارمش تو فکری یا ماهانه که من ده روز میارمش 200000 200 کس اومد من سوما گرفتم رفتم نه آیا دلنیش همه کارشو میگیرن اونجا ای از اون وال برسیو کم کم طرف خیلی دارن قانوناش بفهمون بچه‌ها رو میبرین خیلی احتیاط کنه کار کنه. خوب خداوند همه ما رو برای راست هدایت کنه. به خدا قسم بچه‌های کم تر از موجز داره حرکت کنی محلاتونا قشلاقاتونا آباد کنی. ما اومدیم الحمدلله میگن جایی که زندگی آباد میگذره همونجا برای تو وطن البته. اما بدونه که صد ها جا برای جای طلایی برای بریلیان زندگی کنی سر اونو یادی وطن همون محله پریلایت میکنی کم کم هم محلکات آباد کنی. قبرستانی که در تاجیکستان ایکو اقلا همون مقصد وازی خیلی من 88 تولدم مثلا میگه دیگر که 87 بچه‌ها سرجم شه گروپا یا شیغ قبرستون و گورستون تا مخم کو همون قبرستان تونیا راه تونه یک آب بکشه کم بدی در قشلاقا بسیار ای محله خط ای محله سر ای در خونه خبر سرجم شه 1000 2000 آباد کنی وطن. با خدا قسم میگم وطن آباد کنی. فهمیدی؟ به هم خاطر برادران عزیز
من نمیدونم چی بگم. هر یک چیز میگم مشت لغت از سر خودم میخوره. من میدونم هیچ گپ ندارم. هر وقت که میبرم من میدونم که ایش دشمن میشوه. همه وقت گلات که همه من دوست داشتن نمیتونن. میبخشی اگر کال کنم همه سر کلی بابا جون دوست داشتن نمیتونن. هست که بعد میبینین که الحمدلله یعنی که چهار نخاب توش خیب میگن با اون خاطر همه گلات که نمیشوه. اما یکی دوستان عزیز که ما حرکت می‌کنیم با شما برسونیم. حرکت می‌کنیم با شما برسونیم احتیاط کنید. برادران مهربان خواهرها را استفاده نبرید. فهمیدید؟ خواهرها را استفاده نبرید. برادرانی که نمیفهمند، برادرایی که نمیفهمند بفهمونش و یاردمش کنید. بچه‌ای که در طرف صخره و برای یعنی پسرینی کار در نظر یعنی پسرینی گفتن و همه حرام خور نیست. او بیچاره از سحر میاد تو بگه ترا کارت بود مینا رجیستراسیون سوز میکنه. یگون شد کپیش یگون دکومنت میگه نه خیر خیر که 1000 سوم میگیره 500 روبل میگیره کارت ماشاءالله. اما بفهمونی اما بفهمی ما تاجیکیم به خدا گجا به گجا بریم. الله شاید که غمی ولایتی ما را به غیر خود هیچ کس نمیخرد. فکر کنی از بارا میبینیم دیاجو که اوک تاجیک میگیریم 500 روبل 200 روبل 100 ریال مرده فلان که بچه تاجیک حق بعد اسی بعد تاجیکستان کرد بعد به محله جداش میکنیم یا اون طرف اون طرف. خوب دوستان خواهرایی که در طرف لوبلینوی خواهرای عزیز میبخشی اگر قربانی همت شم پروردگار ما را برای راست هدایت کنه. اما چی میگن احتیاط کنیم. من بسیار دل میخواد سورا بگم متاسفانه در اینجا گفتن نمیتونم. چی میگم خیلی درنی ملواتو چی هوی میکنه کو باشلنگ او هوی میکنه که لوام کلون شود. احتیاط باشه خواهر جان عزیز. من بسیار چیزا میبینم و نمیخوام بگم پس زنی ملت خود میشه توف کنم در روی خودم میپرتم. من برای چی دمی اکران خودم یگان محلم خیلی فلان دزدید نه برای که دیگه ملت ها هم دامن آبونچی بسیاره بعد میگه یا همش هم خیلی بدیان. پروردگار همه ما را برای راست هدایت کنه. کلی بنده خطاکاره برادرها این دکتر میگه با تاکس هم تاکس فهمیدم. ما که همون خیلده یعنی که هر چیزی که هست به خاطر خدا میگیم. برادرای مهربان از برای خدا خواهش میکنم. من بسیارش میگم که اگه پس زدنی برادرها حضرتان از خاک پرسونشم یک میگن کو چی میگن توبه فرمایان چو خود توبه کمتر میکنن گر به خلوت میروند کار دیگر میکنن. مثال میگم من همه وقت من مثال بیارم که شما وقتو نکشه تا قش تاگی بوده باشم. مثال میگیم شورتا انکو خیلی ویدیوها کارات که میبینیم دخترکو جمونده سانی ایسوس تماشا میکنه یک کس میاد هیچ مینم نبینه که خیلی تماشا دارم. من خیلی میدونم. اما پس اکران پس برادرها خواهرها را استفاده نبره. برادرایی که یک 15 20 کس هم خیلی رستورانکاوی کردگی خدا هم برکت و حلال بخره. اما خواهرها را نبرید اوجا نجمونن جوای موزیکا و ایسوس نه یک مایده الحمدلله عصر 21 اصلی فهمیش و ترقیات علم میگیم. اما نه ترقیات بدن لیچ کردن بدن جموندن ملت خود ما پس زدن مایلش. با هم خاطر التماس برادران مهربان فکری پدر و مادر کنه خش تواره کنه. ما هر روزه ده همین لوبینه ان شاء الله در خدمتیم. از دست ما اومدن دوستان عزیز. مثلا میگیم خدا نگاه داره در رو 3 4 مرده میشن. مثلا گپ همه وای ما را زنگ زده و یافته نمیتونیم. مثلا زنگ میزنن از همه ما یه مرده شما میکنیم مقصد میتونیم جواب بدیم نه. با هم خاطر دوستان مهربان حرکت کنه. التماس خواهش میکنم برادرانی که در صدوات کار میکنن یوج نیورات و خواهرها کار میکنن در لوبلینا کار میکنن در چی بازارای کار نمیکنی. احتیاط باشه خواهرها را استفاده نبره. فند فریکس میونه از تاجیکستان میارن استفاده میونه میپرتونشو. خواهر گرفته خواهر من میکنه چند خواهر من میکنه 3 ماه 4 سال 1 سال قطعی زندگی میکنه نمیونه دکومنتش که خونه نبرو میگه تو زنی دیمینی زن یکم در تاجیکستان تو ناموس مینی دیجا احمق تو دکومنت کردش نمیتونی اصلا طلاقش نکو جوابش تی برادر تاجیکستان کوارتیرش بگی اگر نداشته باشی برای آدمای دزنا و سزنا میگم. اما هویش نه که در کوچه میقپا که من دکومنت دارم چه شوهر کردم نموندم دکومنت کرده که تو زنی منی چاقی من در کوچه موندم این دپارتاسیون کردن که در سیزو محکمم مثل خواهر که در شهر تیومین بود ما متاسفانه اوفاش نویسودیم. رحمت کنه پدر مادر برادرای بقدر کی
سه کودک شروع کردیم ویدیوش هم مونده بودم. هم خاطر احتیاط باشم. چی بگم، یک نقطه بس است اگر شعور است، گر چی میگن هم چون در پیش کور است. پروردگار همه ما را به راست هدایت کنه، خداوند حفظ کنه. خواهرای عزیز، برای چی من بسیار خواهرا میگم که زنک کوتاه عقل. اینا که من کلم نگاه کنیم، من کلم من خیلی دور میخوایمو اصلا پریچوسکا بعد خیلی سفیدک او بچه‌ای که سفیدک میبینه شو پریچوسکوش خیلی 99% وای نه بیزنس میده نه کار میکنه، وای همین که شروع میکنه میگرده در او راه فریفتوده خانه شیرین شو نکنی، باورشو نکنی. بسیاری وای فاند فریبت میکنن همین زوری زور یک هفته بعد کیخه میشه کیخه با هم خاطر فروفتاده پریچوسکا کوش نشه. حرکت کنی میدونم که به شوهر قینه، اما صبر کنی یک تیره بگیری که در حقیقتا زندگی بخواه. پیش ایوه یک تیره میگیره بگو اول پدر مادرت میخوام گپ زنم. اگر که میخواد تیره بگیره بگو میخوام با زنت گپ زنم. بعضیش زنش خیلی کدمی شرایط داره، اگه زنم پرسیدن در کار نیست برای این زنگیری اصلا زنم پرسیدن در کار نیست، به شرطی که شرایط داری. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر میگه که اگر یکم شرایطش بد کردی دیم شبگی شرایط داشته باشی بعد، اما متاسفانه در خونم برای یک بریدنون پایگه های، برای یک بریدنون پایگه دیگه زنگیر و یک گپ خبرم میبینی. پروردگار سلامت باشه. اپای گاور سلام علیکم خدمت سلام تا علینا گفتم علیک تو با سلام. پروردگار سربلند باشه خلق ملت عزیزم. ما خدای نمودم خواز لوبلینا میرسیم، هر چی میکنم به خاطر ملت مینم، به خاطر برادران و مادران در کوچه ها میمونم، به هم خاطر میکنم. میلیون بار زوره میکنم که همین خاک امکانیت داشته باشه وطن آباد کنی. فهمیدی؟ حرکت کنی وطن آباد کنی. سغراکو فقط التماس وطن آباد کنی. یک کوچه تا یک محله تا یک اون استانوکای جایی که میستی ایستگاهاتونا آهسته آهسته میشوه ان شاء الله. الحمدلله خوبه ما در شهر مسکو در مترو لوبلینا در حجامه ایم برادران، در خدمت شما ایم. ما خودم جده شاگرد کار کسته بیچاره گام از دور شومیا. اما سلام علیکم دوستی چوکره که حسن جان در اپیرم دو بار زنگ زدی نتونستم برداشت. خوب دوستان عزیز، چی بگم، هر چی کردم به خاطر وطنم کردم، به خاطر ملتم کردم، به خاطر مسلمانو کردم. کسی فهمید رحمت، کسی رم نفهمید رحمت. اما بفهمی برادرها به خدا قسم من چیزی را میبینم هر روز عزا اون میگم که همون روز برمدن الله اکبر گفتن دت فیسبوک گرفته بردن که بردم شو چیکار کنیم. گفتم آخه خبر کردن پریدنی کردن در پرسپیک میرم. ما گفتیم لنگری بابا گفت چند کسا گفتن چخنه شد پالیتیکا به تو که بزه بای این هازی نگاه کنیم. اون بعد وقتی ارمیان اومده گرفته مسجد کراسنویار تیت پیت کرده ما بخیزیم همه ارمینا رو رد کنیم چی میشه؟ نه فهمیدید دوستان مهربان؟ اگه حسن جان نفهمیدم این سکیتکه کلونش کردی 1450 روبل عمره نویسه سودی 15 به خوراکا. برادرها خدمت اگر دام ویدیو من بدره حج عمره موندگی این اگه حسن جان نویسه سوده با $1600 بود یا $150 دیگه برای چی ارزونش کرده من نمیدونم. $1450 به خوراکا نویسه اینه با این با خوراکا $1650. ای بچه ارزون شید. برادرای عزیز در کانال من هست ویدیو زمزم عمره نوشتگی بدروی اینه با اسکیتکه کلون چند نفر دیگه در کوه اکا سنجون 7 نفر در کوه چند تا که اعلان کن با دیر نمونه نگاه که برادرای خدمت حج یکم گوست تا پنجم 1400 چند نستگی بود $1450 بخروکا نیکی گسنی سوی ما نزدیکن گسنی سوی ما بیاد خریبان $1650 بخروکا دوستان. به هم خاطر دوستان مهربان یک چی تو میگم با پروردگار قسم میخورم والله بالله تعالی که بغیر این قسم دیگه قسم نیست. شکرانه به خدا شکرانه آبادی کنی به قدرت پروردگار. من از تحت دین میگم بابا جان اکا گپود نمیفوره آخی نمیفوره خشومدی به خدا قسم خشومدی.
من نگفتم ای دوستان عزیز به پروردگار قسم ای سخنای من شما رو میگم من سوم نمیگیرم من به خاطر فایده شما گفته استادم آخه چی بگم که یارو در اکران گفتن نمیشه میدونم چند جزء اکران چند جو آدمای نوشته شدن دوستان مهربان از روز یکم این ها 1000 نفر نگاه داره از روز یکم این همین یکم آگوست تا پنجم پرواز ای $1450 بخورد خوراک اما ما شرکت مو خوبیش همین کی راه بلد میبره میاره سیاحت همه شرایط خوب $1450 نه بود $100 قریب ارزونش کرده $1650 به خوراک او آدمایی که 1680 شو گرفتی 1600 چی میشون بابراد نشون که یکی خیلی بد جنگ پنگ نشه خوب اینا که حسن نویسه سودا دوستان اینا من در مترو لوبلینا دوستان عزیز من هر روزه خواهر و دو درایجه میبینم هر روز میبینم با قدرت پروردگار من هر روز زده من مردمی تاجیکم ای جان شیرین با خدا از دوستاری من میگم تو ای مردمی من ای برادران مهربان برای چی میگم قغم میخرم برای چی قمم میگم تو دوستان من دوره گشنگی و تشنگی کلون شدگیم گشنگی دیدم جنگ جنجال دیدم با قدرت خدا همه اینا بوده ای مردک پیش همین یک کلمه اوبول بس بود یک میدان نون میغلطید یا کار ای اوبولای حتی خر سورش میشنه میگن ای دکاس یک اوبولای یک کلمه اوبول حاضر حدیث میاری آیات میاری دلیلش میاری تمام چیزا میاری اتیا مشرکی تیا شیطانی اصلا انسان شیطان میگن شیطان صفات میگن تمام اینا میگن نیچه گسترش نوا خداوند ما را بدونه اما دوستان مهربان پروستو هر جایی که باشه خودتون احتیاط کنید حاضر بیست ما یعنی وزن هر یک قدم شما رو نشون بدیم یعنی زور نشون بدیم چی بگم آخه یا سه چهار خواهر اکو نمیدونم میرسه سخنشون نمیرسه در این تریتور لوبلینا کم کم به ادابی داره خواهر جونا خودتون احتیاط کنید خواهر جونا حرکت کنه که با نفسی برادران نرسه بعد یک فلاکت میشه یک لط کوبتو میکنن یگونجا و با هم بیچاره میبرن مخه میکنن بعضی محل بعضی چیزایی که در اینجا گفته شو نمیتونیم گوهر کلوب نمیدونم مخم جبت خواهر عزیزا خوب بابا ایشون سلام بسپریام در 4 ماه شد یگون ایلاج دوره تستر خدمت که در سپیسپریوم سخر واسطه مراجعت کنه اهل بیتونه با کنسولی خدمو برین پاسولستوا مثال میگم دادریم نمیخوان در اونجا رسته 4 ماه 5 ماه پاسولستوا میره شکایت مینویسه مقصد که عریضه که دادر من 4 ماه شد سبب چیه و یا میارم پیشنهاد میکنن که مثال میگم بلیط چپ میگیرن یا که یگون امی خدمه هوی میشه معلومات میتین کنسولی پاسولستوا هر روزه کار کرده شده هر روزه کار کرده است روی من با الله شاهد که پشتی یک کنسولیش هم میگیرم نه پاسپورت اما من هر روزه میبینم مهنت هم برادران میبینم زحمت شما میبینم من هر روزه میگم که ای برادران مهربان کار میکنن اما شما بدونید که الحمدلله 2 میلیون توجه که دیجا به همه و اسپید زنگ برداشتن میته یا خیلیش به خدا قسم که زنگ میزنن من این خدمت زنگ میزنن ای دوره گوسلکنی گاوش نقل میکنن ای دوره گوسلکنی گاوش که گاوی ما یعنی مقصد از این که من خیلی گروبم گفتم تو یک گپای میگه که به عقل انسانی میگوش که این خیلی هم فایده میکنه نمیگه میگو این راه کج این راه راست به راه کج میره همین کدمت ای کنکورس فریب تو کردین خوب تو کردین همین کنکورسایی که کنکورس بازی میکنن کو مقصد چیکار میکنن کارشون ندارم خداوند هدایت چون کنه این کاری حرامه من باز میگم کاری حرامه اما فریب تو میگن خوب تو من عقل پروردگار میگه حرام مردم میگه حرام دامله ها علما ها تمام میگن کولن حرامه ماشین میبری در خونه سوارش مینا پدر مادر در خونه میفروشیش فرزند نون میتی هم نانش حرامه برای کنکورس کنم میگم من کارشون ندارم اما گفتم حرامه همین گفته است آدم که فریب تو میکنن خوب تون میکنن آخه انسان اگر عقل داشته باشی این همه بریدی مثال میگم من نمیگم برای که میبرم بسیار میبینم دارم بسیار بچه ها میبینن خیلی باز میبینن نمیدونم اما وقتی میبری تو فکر میکنی که از راه حرام تو همه بریدی 1000 روبل دلو بلیون مثال میگم ارومه میکشه شام یک کنکورس ده همه میپرتوش نه ده همه پرتوش که یک مرسدس میزنی لانجلو میزنی به همه نه که تو میدونی همه حرامه با کدام عقلت همه فکر که آخه حرامه با میگه اکا ما را
پنشیر فان کار وایش فان کار خوب بود کار عقل نداشتی ای خدا خاک سوختی الحمدلله بگو بسش کردم اینا فاندت کرد من چی تو بگو مخی میگه کی فلانی کنکورس باز ما را فان کار بگی در یوتیوبش پارتو وای خودش کنکورس باز یعنی حرام بازی کردی تو در حرام وای بازی کردی بای دادی من پیلوس این بود چیکار چیت بگم فاندت کرد خوبت کرد ما بخیزم در حرام شما خوشم هم در پیش او بچه خدمت نگار کنم هم پیش در خدا خدمت نگار کنم هم میگه بخیزم چند کس که مادر محقارت کنم یعنی که برای که اولی کنکورس بازی کرده شده بچهای بازی کن میخیزن در کامنتر حقارت میکنن برای که اولی نمیدونن بسیارش متاسفانه نمیفهمه که حرامه یعنی پروردگار میگه حرامه خیلی نکنه بازی آیا یگان تایتر ایگوش نگفته یگان تا ایگوش نگرفته که در همین کنکورس من سوم پارتو تو خودت میپارتوی چه کبا میپارتو اکجان نمان 5 بلیت خریدم اجداد میکنه آن زاد این زادی همه 500,000 میبری اوی همه روح حلاله خیلی بریدیش من نمیخوام با او کنکورس باز خدمت گنده کنم جان کنم روی خودت از روی کسی من هیچگاه وای ویدیو نمیکنم والله قسم نمیکنم یگان کنکورس باز من یک بار مراجعت کردم به حکومت تاجیکستان دام پوری نبود گفتم که هم کنکورس رو پیش را بگیری یعنی کی او روز میگن میگه اکا یگان تبع من نمیخوام بیام بگم ایگوش بازی کیو روز میگه چرا بازی میکنی مختا مسلمان یا بگم یک کجا تو مسلمانی در بینم تو مسلمانی الحمدلله او تو وقت الحمدلله میگو تو فکر نمیکنی که ای مسلمان ای برادر عزیز من حرام بازی کرده شدم خود نو مسلمان بگم وقتو کلام میگیری сколько раз мне извини что хоз я что ничего этим борода извини что бы много говорил я на эфир просто если здесь не сидел бы на это пробка Аллах хорошо По радио, по телевизору всегда говорит, нет, вот видишь, не разменяю. сколько разменять правильно 1030. вот почитайте здесь берите пожалуйста сколько там и здесь берите сколько там еще 6 ровно. сколько спасибо خوب دوستان مهربان من شما را شروع فهموندم یادتون نشون میتیم دوستان یعنی که مترو لوبلینو وقتی که میایید دوستان مسئله حج عمره من رقم میمونم اکی حسن زمزم عمره را میگم وای زنگ بزن یا برادر رکلام میکنم میگم که همه خودش زنگ بزنی اما بیچاره را زنگ میزنه یا گپویش میگه شما حرام خور شما حلال خور اینا دوستان عزیز این بچهای تاجیک از ساعت تو بگه کار میکنن تو بگه کار میکنن پاری ما خیلی ببینی خیلی کجون او هم جرم یک نشون بتیم خوب اینا تو بگه همی کار میکن تو دیگه اینجا نازی خوب است نازی تو بگه این بچه‌ها کار میکنن چه 2000 3000 کار میکنه این برادر کار میکنه در همین میره همین سومی حلال کار کارگیشه در هم کنکورس پارتیا بی برادرو و هم خاطر چی میشوه او یا همین حلی همین او یا همین کار همین واسه باز میایم یا کی نه برادرش باز میایم اینه برادرش اینه برادر توچکا داره بسم الله تا بگیری همه از برای خدا همیا بگی ما چند بار شما نمیترسونم اینه بیچاره کار میکنه این همین اگه در روز شانسون کار میکنه اگه خطا نفهم مردا گوز یگان کار نمیکنه از برای خدا کار کسی نمیکنه نه خب بخیش تورتا در روز 2000 3000 کنکورس بازی میکنی یگان سو کار نکنه یگان سو کلیک نیترات کنه این همین خیلی کار میکنه در همین بازار عذاب و علیم اما میخیزن میرن چیکار میکنن کنکورس بازی میکنن کنکورس بازی کنی پان تو بزنی پان تو ما میکنن خوب تو میکنن این مغازه برادر ما در پیش بازار لوبلینو کافه برکت میگه در همین جا فهمیدی دوستان با حضور میتونی لباسای ترکی ان اینجا که اکو بسیارن یعنی الحمدلله مهنت میکنن اینجا افتا سرویس همه اینا موچز هست اینجا دوستان مهربان هینا من هر روزه شما رو میگم یگان سون کار نمیکنم برادرها خدمت بلیت میخری نه اکای فخرالدین بلیت بخری پیلوس این دوستان مهربان چیکار میکنی
کلچه اچگی اکجان سوزی تنجه ممکن درمدم کلچه ها را نشان بدیم ممکنه کلچه اینا برادرای اینجا ما کلچه میبندن کلچه اچگی اینا کلچه نخیر یون باش نخیر افیر من اینا دوستان مهربان اینا کلچه ها را دیده اینا در دگدون بسته هستن کلچه های تازه اینا من در افیر شما را به هم خاطر گفته هستم کنیشون اینا بچه‌ها تا بگه مهنت میکنن نان میبندن الحمدلله اینا کلچه ها را میبندن کافه برکت اینا می مهنت میکنن همین چی خیلی برای همسون شده کجا پاتویا اینا دیده اینا اینجا بچه‌های آذربایجانن ماشین میفروشن اینا بازار لوبلینو تو بگه اینا بیچاره همجا عزا میکشه تو بگه اینا همجا عزا میکشه عربه میکشه میره چیکارش میکنه یا کنکورس برس میکنه یا کی در راه غیج میپرتایش یا کی در راه حرام میپرتایش فهمیدید دوستان کلچه بندی نشون شو بتیم نه بارگی نگاه کنید بیا اینا کلچه های تاجیکی اینا نگاه کنید میگم کلچه بندی نشون بتیم اینا نگاه کن یکنی مزور آدم تماشا تو دولا اینا کلچه را ببینید اینا نگاه کنید بچه‌ها اگه جای یک شما ها ازبکستان اینا ایش مخبر کرده اینا با چطور نشون بتیم مخی اینا دیده اینا کلچه تازه اچگی یگان فند فریب نیست نه دروژش کده نه سودکی دم کنه خداوند برات تو بده برادر جان عزیز اینا دوستان عزیز ما چی تو با نشون بتیم جا اینا با جای حجامه خدمت نشون تو بتیم یا برایگه سلام علیکم سوزیک نه زنگ نزن این خوبه تینجی نه سلام اینا ای جای حجامه خدمت آلم جون سوزی نه خوب است تینجی شیوز اینا ای جای حجامه خدمت خبی سوزی تینجی سلام چخیلی بجور تینج نه خوبه چرا کردم گرمه خنکه سرای اما تینج این افیر باشه این است این برادر در اینجا اینجا اومدی چوپلیست اونجا هست لکن تو چوپ با اینجا اومدی خوش اومدی میگه تا شپلاخ بزن دوستان مهربان این نگاه کنید اینجا فیتابوچکا میکنن فیتابوچکا مترو لوبلینو رقم‌ها دام چی هستن فیتابوچکا میکنن اینجا میبرن تو دوش بله دوش داریم بیشتر نشون تیم خدمت سری کنیم اینا نگاه کنید فیتابوچکا دوش بهویش کنیم نه شامپون هم داریم دوش میکنه مساج میکنه پیلوسی دوستان عزیز چیکار میکنیم این اینجا میاد چای تو دادن اینا با چای پای همه کافه تو دادن دفتر کنی اون دفتر نام تا می نویسه پروردگار اگر خدمت که نصیب خونه خدا کرده باشه چیکار میکنی حج میره ان شاء الله ای طرف اینا نگاه کن این همه میو حجامه کرده نامش می نویسیم اینا قربان میسو میگه رقم تلفنش می نویسیم روزی که ان شاء الله قرعه کشی کردیم این ما کنکورس نیست با نگه کنکورسه فهمیدی این کنکورس نیست این چیه یعنی قرعه کشی از رمضان کلی خوب سخت کرده شده من کار میگه که اکک فلانی فن میکرد فن تو کار خوب تو کار این هم خیلی دوستان خوب ساعتی 10 سحر تا ساعتی 10 شب کار میکنیم برادر عزیز همه خدمت رسانی 2000 بس قبض اسم یکنی مزور دادم تموم شد باز میبینیم دوستان که اکک که ببینیم کابلینو خوب دوستان مهربان هر چی کردیم به خاطر خدا کردیم به خاطر شما گفتیم خیر سلامت باشه خداوند حفظتون کنه برادرایی که اصلی تازه در کاره این همی اکای فخردین نویسه است فخردین بلاگره کو من با کارا بلاگریش کار ندارم اما لیچ ند چیکار کنی عزیز اینا دیم وی خدی بلنو دیده این همجا راست میای کافه برکت میشه کافه حاجی صمد راست میای دوستان عزیز این همینجا من اگر اجازت بدین کافه رم نشون بدیم یا کامera کنم اگر از اجازه بدین کافه را ببینید نرخ نوشه از نرخ نوار نشون میدیم کافه را ببینید کافه ارزانه من خدمت نشون بدیم آخه چی تو بگو ده
همه فیتا بوچکا دوش مساج همه خدمت رسونی 2000 در چیم هست در پراسپکت میرم هست با دو پراسپکت میر خوری دوره جین میخونه خوری فاسدی میگه سومی مسجد فایدم کرد جونم دمیدگی دیگه که همه ایتسه خوردن دندونم ریختن لعنتی والله بسر خیلی موکی نمیفهمیم بعد بچه‌ها دختر مسل این کدمی میخرن اینا مسل اینا سوز اینا دخی مسل این برای اینا همین درماده داروها داره به حضور یعنی کیت مسل این دخی همه طرفه داره شکل نگاه کنید دوستان عزیز نشون میدم حضور نفر نگاه داره این همین برادر خودش میفروشه مسل این دخی تیار میکنه میفروشه لحنی داره کافه داره چند ما 100 گرمش میگم 1 گرمش 800 روبل سال 800 روبل سر میشه دخی مسل شما من از کافه را نشون بدیم اجازه باشه اگر روزی سلام علیکم باز دوستان نشانتون میتونیم یک لحظه باز نشانتون میتونیم آنی یکی مزور در ایفیره زنگ باز بسی اجازه تن نشانتیم باز نشانتون میتونیم دوستان میرم باز یک دندون نشانتون میتونیم نشانتیم باز نشانتون میتونیم خب اول اجازه بگیرم تمام این سوداگر شاید چی داره او خدا که باز امی او سوداگر شد هتل توجیکی شانس من مردک ولی 250 روبل یک خورد با چی بود چی گفتی شوربا شانس من فاتیر شوربا 250 توقعی میکنه دوستان از من همه تا نشون میدیم فقط نترسید دعا کنید در حق این برادر کی در همه حسابی کافی برکت کی چوکنه برکت بیاوه و بسیار شود سلام صداقت بود این دوستان عزیز الحمدلله همه این برادران تاجیکان پیلوسیجا دوستان عزیز این اویابیلیت سلام این اویابیلیت جای دوستی ما مسلم خوب است نزدیک این دوستان عزیز همه هم برادران شتاگیان چند خورده سودیان الحمدلله نرخنامه تو بورگا بگو آقا جون غم دارم مکرم بخشش چند نرخنامه رو پاروی بزرگ خوب دوستان نمرش این است یعنی نمرش در صفحه است این هم نمر زبربان نمرش 16 16 در صفحه یکنی مزور بالا در صفحه تو کدوم متر تمام متر را خوب دوستان اینا بود که نشون میدیم اینا دوستان عزیز همه را نشون همه این برادر جای اگر کدومت که بخواید طهارت کنی جای طهارت خونی داره سلام علیکم شته تمام چوکر دوستان بجوری تنجی جای طهارت خونی داره مسجد داره کابینت عدل داره این مسجد هم داره اینا نماز خونده شدن خوب دوستان عزیز بشای من دوستان خدا نگهدار یعنی دوستان عزیز اول خزینی کافه اجازت گرفتم بعد نشون تو دادم که در همین تریتوری ما چی است اینا بچه‌های تاجیک هم در همین جان خداوند حفظ کنه اینا بازار ایدیم خدمت برای اینا چایخانه برکت اینا چایخانه برکت همه تا نشون دادم آخه دیگه نمیدونم چی تو بگم کدام حج عمره میره اینا بدروی بچه‌ها از من ان شاء الله یه ویدیو چه میکنم سحری میگذارمش $1450 به خورد و خوراک 16 روزه $1650 به خورد و خوراک 16 روزه دوستان گس نیسان نزدیک ده اتوبوس نمیره اینا ببینی اینا چایخانه برکت پرگ مخیل همه چیز هست دوستان اینا ها
اینه حجامه خدمت یک در حجامم بمبرم اینا حجامم بمبرم اینا الحمدلله من هم جنون میخرم اما خدمت وطن برادرام به پول کرده استیم ان شاء الله دیگه چطور بگم خای سوزی کدوم نازی گفتم تو فیتا باچکا دوش مساج همه خدمت رسونی 2000 1000 رحمت که قطعیم بده 15 روز 450 دلار یگان پاسی بلندی گفته باشیم اگر بخشش کدمی تا سوال جواب نگفته باشیم میلیون بار بخشش سلام تعلیم گفتم علیک به سلام میلیون بار بخشش خداوند حفظ کنه بیاید در خدمتیم جا کم مونده 7 نفر دیگه در کار برای حج دوستان بدروی جاهای خودتون انتخاب کنید رقم زمزم هست السلام علیکم و رحمت الله برایم که من حتی یک سلام نکردم به نخوبی باشی بازیشو گذاشتم گفتم با نگم که توری نمیخوره خداوند حفظ کنه در مترو لوبلینو همه شما رو انتظارم رقم جای حجامه ما 937 733 93 93 السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته